جون. آقای مددی مربی تیم حریف گفت شما به داور و بازیکن تیم مقابل تبانی کردید، درسته؟ قبول داری؟ نه دیگه نه دیگه تبانی دیگه نه، اطلاعات غلط به شما میدن، شما اینجا تو فضا میای که هم هستن این صحبت جون. نه آخه میگن دیشب بازیکن تیم حریف شام بردید بیرون بهشون جوجه کباب دادید و کادو دادید و گفتید بازی رو براتون در بیارن. همین اطلاعات غلط که میگه همین. ما سلطانی گوساله دادیم جوجه ندادیم. بعدم به اونایی که اطلاعات غلط به شما میدن بگو که تحقیق کنن درست بگن، اینجا سوتشون در میاد. جون. این که میگن شما به ناظر بازی پول دادید درسته؟ ما پول چای دادیم، ما بیشتر از اینا بدهکاریم بهشون. جونم. آخه شما بین دو نیمه به داورم سکه دادید. نه عزیزم، داور اومد سکه انداخت بالا زمین رو مشخص کنه، از دستش افتاد تو چمن، من دله شدم سکه رو بشتم. جون. آخه سکه بهار آزادی اونم 5 تا. شاید داورای قبلی جا مونده عزیزم. بعدم داور دوست داره سکه بهار آزادی زمین رو مشخص کنه، من باید جواب بدم. جون.